آخ دزی چند روز کی کم دید داری یار جان، نی در شهر و نی در بازاری یار جان، نی در شهر و نی در بازاری کابل، مگم در قوطی یا تاری یار جان، مگم در قوطی یا تاری یار جان. آخ کجا بستی که احوالیت نمیا، بچی شستی که کسی یادید نمیا، بچی شستی کسی یادید نمیا. آخریزه میکنم روزی 200 بار، ریزک زای من زی در بارید نمیا، آخ ریزک زای من زی در بارید نمیا. یکی از قریجات بیسود قرار داریم. پالی یکی از وطندارا که برای شما بسیار بسیار به نهایت تحفه‌های گرم زمستانی دارن که با معرفی خودشان انشاءالله شروع به این تحفه و خواندن این تحفه میکنن. با احترام خب شما خود معرفی کنین. خواه بارز احترام، محمد علی زوار از قریه سنگ پریده می باشم، از کوی بیرون، ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود. خیر بینگری. دیگه چند 4 بیتی اگر صدای میاری کند برای داستان تحفه ارسال نمایم. خیر بینگری. خب دیگه میتونید شروع کنید دیگه تحفه خیره اگر به خاطر باشد انشالله. خیر بینگری. پدر خوب است که مادر نازنین، برادر می می روی زمین. آخ عزیزان قدری هم دیگر بدانید، که دنیا میگذرد چرخی برینه، که دنیا میگذرد چرخی برینه. کمی کورگودوب شده. هیچ پروا نداره. خوبه بهترین صدا. نگارا طاقتی من طاقو گشتا، دلم با دیدنت مشتاقو گشتا. مکی چند میکنم صبر و قناعت، ورقی صبر من اوراقو گشته، ورقی صبر من اوراقو گشته. خیلی کارا گودم نشده؟ خب خیر ایت میتونید به استادتر ادامه بدید. آخ نگاری بالا بلند و نازنینم، اگر تو آسمان من زمینم، اگر تو آسمان من زمینم. آخ نگاری بالا بلند و نازنینم، اگر تو آسمان من زمینم. دمی مردن بی بالینم بیایی، ببین گرگی اجلم در کمینم، ببین گرگی اجلم در کمینم. آخ دل آخر پریشانم تو کردی، ملنگی هر بیابانم تو کردی، ملنگی هر بیابانم تو کردی. ندیدم یک روزی خوبی از دست دیدی، بی خاکی تیره یکسانم تو کردی،
بی خاکی تیره یکسانم تو کردی آخ نگارا طاقتی من تاقو گشت آخ دلم بر دیدنت مشتاقو گشت آمکی در چند میکنم صبر و قینات ورقی صبری من اوراقو گشت ورقی صبری من اوراقو گشت آخ نگاری بالا بلند و نازنینم آخ اگر تو آسمانی من زمینم آخ دمی مردن به بالینم بیایی ببین گرگی اجالم در کمینم ببین گرگی اجالم در کمینم خب دوستا ممدلی زوارم بسیار خسته و ناتمرین بود یک ذره نفسش گرفته خب درباره کسب و کار اوستا پرسان میکنیم ما پیشتر در دکان نجاریش رفتیم بعضی از افزار نجاری بود و کلکین و دروازه و گپا باش پرسان کنیم که کلکین و دروازه رو شخصی جور میکنه یا از مردم در بدل اجره کار میکنه چه رقم خب اوستا اینجا بخیر نجاری هم در یعنی بله این نجاری ها کلکین دروازه رو بر مردم جور میکنه یا خود خب از یک کلکین چند اجره میگیرید این ساحه کلکین دیگه میشه 12 ساعت 1000 15 ساعت فرق داره بازی تو ابزار کار اینجا خب برق نیست با چی رقم کار کلش دستیه بخیر دستی دیگه دستی بگر اون تیشه میزنیم رانده میکنیم دیگه رکشی میکنیم مشکل است مشکل خیلی مشکل بازی 1012 ساعت که اجاره میگیری از یک کلکین باز مثل میخ و این چیزایی که کار میشه او سر صاحب چوبه کل امکانات چرا و میره بندهشون خب کدام شاگردم داری خود تو؟ نه تنها خودم تنها هستی و با چطور کاربار تو در قریه میچره؟ شکر دیگه میگذره خب مقصد جان جوری باشه دیگه خب باز از این به نظر تو از این نجاری که در اطراف میکنی در شهر بری خوبتر نیست؟ شهر دیگه فعلا جسم تنگ دیگه خب نظر در اقتصاد رفته نمیتونه ضعیفه خب شهر بری باز مثلا دستگاه پیش رفته کار میشه دیگه میشه خب باز در بهار چی کار میکنی؟ همه کارت نجاریه؟ نه بهار دیگه دهقانیه استاکاری مثلا گلکاری آفرین گلکاری هم بلدی؟ بلد هستم خب باز در یک خانه که کار کنی یک سال چند مزد میشه تا خب دیگه اتاق دیگه او اتاق 5000 هم میشه و اتاق 4000 هم میشه او باز دمو جرا چیه بله اینجا خب از خشت چیزا نیه کلکش آره پخسای دیگه سنگکاریه پخسای ها گیل دیگه صاحب کار جور میکنه جگل شدل گیل میندازه و بعد از اون گیلو بالا میکنه پخسا میزنه دیگه تا که دیوال سر برسه باز روزی که تو پخسای دی تناسی یا دیگه نفرام هست خب صاحب کار است دیگه نفراش زیاده جایی که مثلا بالا باشه که 4-5 نفر در کار دیگه تا گیل برسنه آره گیل برسنه از ما خب باز استایی که کنی در چی میرسی در حساب دهقانی و گپا میرسی؟ هم استایی کار از وار جور میکنم من باز وقتی دهقانی خودم دهقانی مثلا او داری و وقت پیدا میکنی که در کشت کار خوب برسی بسیار خوب بازی تو گومول هم داره در پولی از دهقانی؟ دیگه همونطور کم بیش هسته دیگه باز دوا که علف ملف جمع کنی علف جمع میکنیم دیگه باز در خانه تک تنهایی یا بچه ها هست؟ بچه ها هست خب مثلا یک شما برین پیش علف یک شما در دهقانی دیگه خب چند سال میشه که استاکاری میکنی مثل گلکاری چیزا؟ 5 سال میشه مقصد ادامه نداره دیگه اونطور بعضی وقتا هست دیگه بعضی وقتا نیه تنها در اطراف میتونی استایی کنی یا در شهر هم استاکاری میتونی؟ نه در شهر نرفت در شهر نه اطراف تمام سال تمام مدت عمر همینجا بودی؟ آره همینجا خب خیر بنگری قد کرد خب استاد آخر برنامه اگه کدام تحفه برای مردم داشت یگان 4 بیته یگان 2 بیته میتونی بخونی که مردم هم لذت ببره و خوشحال باشه اگر صدای میاری کرد خوبه خیر بنگری پسی در گمدم جان پایت معلوم
درگه کیتم بابو تا کی بینالم آخ درگه کیتم بابو تا کی بینالم آخ اگر تو یاری مایی درگه روا کن سری دستم بگیر با دل دوا کن سری دستم بگیر با دل دوا کن آخ نیپر دارم که پروازم بکاید آن پا دارم که بگذارم بسوید آن پا دارم که بگذارم بسوید علاج درد من را چاره نیست بشینم تا بمیرم زاری رویت بشینم تا بمیرم زاری رویت آخ دزی چند روز که کم دیداری یار جان نی در شهر و نی در بازاری یار جان نی در شهر و نی در بازاری کابل مگم در قوتی یا تاری یار جان مگم در قوتی یا تاری یار جان آخ کجا بستی که احوالیت نمیاد بچی شستی که کسی یادیت نمیاد بچی شستی کسی یادیت نمیاد خریزه میکنم روزی 200 بار رزق زای من زی دربارت نمیاد رزق زای من زی دربارت نمیاد خب بسیار زیاد تشکر واقعا ما را خوش ساختین خیر بینگرین خب دوستا این بود یکی از وطندارای ما در منطقه بیسود که برای شما توفای گرم بیتای خوب صدای خوب احساس خوب داشتن خب از راه دور با قلب نزدیک با شما خداحافظی میکنیم